کجا برمیداری ما رو میاری؟ تو جلو برو اگه چیزی شد. الان بلای سرم میاد میخوای چیکار کنی؟ تو جلو برو اگه چیزی شد اول تو آسیب ببینی. اگه چیزی شد اول آسیب ببینه. خرابه. ببین الان ما بالا بودیم، بعد از محلیای اینجا پرسیدیم، گفتن که از روزی که یه سری اتفاقات و یه سری جیغا و این چیزا اتفاق افتاد اینجا، در اینو کلا مهرمش کردن. الان بهتون نشون میدم اگه رسیدین بهش، درش کامل وسط هر طرف، فقط بالا میتونی وارد شی، اگر رفت پایین دیگه نمیتونی بری بالا. حالا بریم ببینیم باز درش یا نه. یه درز ریزی هم داشته باشه میتونیم بریم داخل نشون بدیم. بچه‌ها باید یه کلبه دیگه پیدا کنی بعدش برگردیم. همین ببریم اون یکی کلبه هم پیدا کنیم. پس کجاست این یکی کلبه؟ امیرعلی؟ چرا وایسادی؟ چرا نمیای؟ چرا نمیای؟ چه شده؟ بیا بریم، چرا چرت و پرت میگی؟ بیا بریم بابا، چرت و پرت نگو. امیرعلی با تو بابا اینا مسخره بازیش گرفته. بیا بریم میگم. امیرعلی چی میگی؟ ترسوندی؟ چی میگی؟ مگه یعنی چی؟ بهتون گفته بودم نزدیک اینجا نشی. حالت خوبه؟ نزدیک اینجا نشین چی؟ بریم دیگه. میگم چه بلایی سرت اومده بود؟ بلا چی؟ دارم میام دنبالت دیگه. داشتی چرت و پرتایی میگفتی، مسخره بازیت میگرفته الان تو این وضعیت. دارم دنبالت داشتی میگفتید بهتون گفته بودم نزدیک اینجا نشید. قیافت هم جوری شده بود. قیافت من یه جوری شده بود. آره قیافت جوری شده بود. الان برمیگشتیم صدا میومد اصلا عجیب و غریب. بیا برش که رسیدیم. اصلا یعنی نگاه کن سنگ پرت میکردن دوتاییمون، یعنی نگاه کن حساب هم ترسونی کجاست؟ علی یه چی پشت بود، خدا یه چی پشت هم بود، سیاه بود. بهش کدی در ببندیم بریم. در ببندی دیگه نمیام. الان چی کار باید کنیم؟ الان چرا سویچ ها رو گم کردی تو این وضعیت؟ باید برگردیم. من بر نمیگردم، تو خراب شده. باید با هم بریم، من تنها نمیرم. من نمیام، برو. بیا من نمیام. میگم بیا. علی یه چیزی ممکنه وایستاده، به خدا یه چیزی وایستاده، من نمیام. یه بلای سرمون میاره، من نمیام. هر کی هستی خودتو نشون بده. نشون نمیده که. یه چیزی بهت بگم. شوخی کردم، سویچه اینجاست. ریده بود یا بریم.